منطقه چقر باز میکنیم و آخرین نفسهای خودم در منطقه چقر میکشیم. اگر در بیرون به دردسر گرفتار شویم خود به منطقه چقر میرسانیم. متوجه باشی که دیگه امرای ما ای کارا نکنی. فهمیدی یا نه؟ دارم میگم دیگه اشتباه نکنی. آفرین پیرکی، ای قسم کاراکو صدقه سر کلت. یک کم دگان پیش میبرمت. از اونجا برای تکسی بگی. دیگه در امن هستی. میخواستم تا خانه برسانمت اما قسمت نبوده دخترم. فرق نمیکنه، مهم نیست، هیچ مهم نیست. میشه یک دقیقه منتظر باشی؟ نامم سناست. ماچ هستم. صبر خدایا. ما کدوز میشه ماتاو میبرایه. شام بخیر پدر. شام بخیر آقای محترم. ای از کجا شد؟ از یک دوستم امانت گرفتم. با ما دروغ نگو. خریدم پدر، پول دادم و گرفتم. بچه ما به تو چی گفته بودم؟ ما نمایش اجرا نمی کنیم. کوچوالا هیچ وقت نمایش اجرا نمی کنن بچیم. میخوای در موتر بالا شده در منطقه چقر چکر بزنی ها؟ چکر میزنی؟ از پشت سرت نمیگن که سلیم کوچوال خدا به مردم نشان میده ها؟ پس ببریش. در تمام عمرم پدر فقط یک موتر گفتم پس ببریش. صحیح صبح میبرم. صبح نه، امیاله میبریش گفته باشم. موتر فروش از خواب بیدار کنم چی کنم؟ بله اگه امکان داشت از خواب بیدارش کن. سنا
سنا صبح بخیر. آی خدا، باورم نمیشه در اتاق خود زندانی شدیم. سنا کجا رفته باشه؟ لعنت به توی، اما چرا خانه خود آوردیش؟ چرا؟ هر بلایی که سرش میامد دیگه. اوف. چیگه پس؟ تو کجا بودی دختر؟ نان گرم آوردم که زار کنی. خوبی رام نمیفهمی آقای محترم. تو چی فکر کرده بودی؟ میبخشی، نشنیدی کار هستی؟ یک دقیقه. تو خوب پول نداشتی؟ بله نداشتم. پس چه قسم کالا خریدی؟ با پول تو. با پول من خریدی؟ بله با پول تو خریدم. چطور میگه؟ مقبول معلوم میشم؟ خب قصه کو دگنی؟ چی را؟ بگو که در وقت شب تو در بیرون چی میکدی؟ هر چیزی را که از بیرون پیدا میکنه گرفته آب ده خانه میاره. اما تو سگ و پشک گرفته آب ده خانه میاره. مریض بود، دلم برای سوخت، مام تداوی شکده، دوباره بیرون بردمش. بله بیرون بردی، اما از پیش دروازه هیچ دور نمیرفت دختر جان. خاله جان گوش کو، معذرت میخوایم. ببین کلی مشکلات حل میشه. ما برات قول میتم که دیگه در این خانه کدام حیوان داخل نشه. یا ماچ. های زبان بازیش سایکو. هیچ فکر نمیکنه که این خانه کرایی است. دلش است که از خانه باغ وحش جور کنه. هر حیوانی را که در روی سرک میبینه کش کده او را خانه میاره. این حوصله ندارم. اینجا کلینیک حیوانی نیست. اونا در سرک تک و تنها بودن. ده هوای سرد باشه که گشنه شیشته بودن، یخشان میزد. اگه تو میبودی چی میکدی؟ فقط هم قدر به خاطر کار خیر آدم کرایه‌نشین خود از خانه میکشه، قلف تبدیل میکنه. ایج دشان شما ای گپا نیست. آدم خوب هستین، مهربان هستین. از چشمایتان معلوم میشه که چقدر یک زن مهربان و خوب هستین. کاش به خاطر این کار می بود بچیم. دوست من دختره. دوست دخترش نیستم. سعیست هر چیزی که هستی دیگه. تو بان که بگویه. فقط کرایه یک ماه بر ما داده و بس. از 6 ماه دیگر یک روپام نداده. به این کدام جواب داری خانم سنا؟ راسته زیاد به پول ارزش نمیتم. او را خب من امروز فهمیدم. خاله جان یک کار میکنیم. شما راست میگین. ما یک دفعه دیگه از طرف سناس شما معذرت میخوایم. بار دیگه کار تکرار نمیشه. کرایه 6 ماه خانه تانم براتان پیش یکی میتون و شما هم کلیای خانه را لطف کنین به ما بتین. خانه مقبولم. راستش توی قهرمان واقعی سیا ماچ. داستانه که پدرم برام میگفت شبیه داستان توس. نامش ژان پاردایان بود. ژان پاردایان؟ نام مقبول است، نو شنیدیم.
دیگه بخوا. این دفعه ما بردم. مقبول است؟ بله زیاد. مطمئن هستی که این جذب یادت است؟ بله، چرا پرسیدی؟ چون اگه محافظ ما را ببینه بسیار قار با میشه. آن که ببینه در قصهشان هستی. از زندگیت لذت ببر. آمد پدر. در راست می آیه. سلام علیکم. علیکم سلام. خان صاحب، از اینکه پیشنهاد ما را قبول کردین و گپ ما را رد نکردین، خداوند ازتان راضی باشه. زنده باشی. بشی. گپ دراز نمی کنم، ما سر اصل موضوع می آیم. خان صاحب، ظالما روزی ما را از ما گرفتن. دشمن در بین ما رخ نکده، مثل موریانه ما را از بین برد. با ما هیچ چیز نماند، ما را بیچاره ساختن. بدون ای که سر ما را هم کنن، کلی چیز ما را از ما گرفتن. بخیر بگذره. خانه آباد، کل چوچو پوچه جمع کده به استانبول آمده ایم. گفتیم سنگ و چوبش از طلاست، به ما روزی میته. کم از کم 1 سال میشه که آمدیم. بر صورت همسایه زنده باشن، حمایت ما کدن، خداوند خیرشان بته. کمی روزگار حال میچله شکر. چی کنیم دیگه، بازیای روزگار است، چاره نداریم.
خوب است. سوچ و پوسکنده گپ بزنم. تجارت ما مواد مخدر است. کلگی میفهمن. کسی که معتاد شوه به سادگی ترک کردن نمیتونه. به می قسم کسی که پولش هم گرفته باشه با آسانی ترکش کردن نمیتونه. یعنی خانسای برات عرض کنم ما مردم کمی سرزور هستیم، در یگان کاربار قاچاق دست میزنیم، اما طریقه داره، در هر جای پیش نمیره. با یک جایی که مخفی ضرورت داریم. بعد از اینکه ایسو تحقیقات کردیم گفتن که شما یک جای به نام چقر دارین خان آقا. باز گفتن که به خبر از شما در اینجا پشه پر نمیزنه. پیش از اینکه پلیس خبر شوه به شما خبر میتن. مردم به اندازه دوستتان داره که به یک اشارهتان دنیا را آتش میزنن. راستش در زندگی درباره قسم منطقه نشنیده بودم و ندیده بودم. زنده باشی. خب نگفتی از ما چی میخوایی؟ خان آقا، تو سعدالدین مثل اولادت فکر کن. در چند نقطه ای منطقه به ما جای بده. سر زمین، زیر زمین هیچ فرق نمیکنه، حتی اگه خرابان باشه و دیگه شه به ما بان. تو ده خانهت بشی تا نواسیت ما برات پول میرسانم. ما هر هفته بوجی برات پول روان میکنم. ای که تو چی قسم زندگی میکنی، با نواسایت میباشی یا با مردمت، من مداخله نمیکنم خان صاحب. هر کس حق زندگی کردن نداره. پیشنهاد من همی است. چی نظر دارین؟ خب آقا سعدالدین بود اما تو نیست؟ سعدالدین اینجا را که میبینیم منطقه ماست. مردم منطقه در پشت سر ما استادستند زنده باشن. اما این یک دلیل داره بچیم. دلیلش امی است که ما از جان مال اونا حفاظت میکنم و اونام از ما. در منطقه ما خان آقا، ما اینجا نمیفروشم. حتی در ترکیه کسی معتاد نمیشه. راستن اروپا. حال چی میگی؟ در منطقه ما سلاح فروخته میشه. بله، در بعض نقاط مواد نشاوران پیدا میشه. حقیقت داره. بعضی ها از طرف شو به خوشگذرانی بیرون میشن. یام درست است؟ به خدا راست گفتی کم است. اما کلشان بسیار خوب میفهمند که وقت به خانه برگردن جانشان در امن است. موضوع فروختن و نفروختن شما نیست سعدالدین. موضوعی است که تجارت شما مناسب ما نیست. در منطقه ما قسم تجارت هیچ وقت نمیشه. با تو موفقیت میخوایم. به هر صورت خان آقا، ای که با هم شریک نشدیم، حداقل افتخاری را خود پیدا کردم که با خانواده کوچوال معرفی شوم. همین افتخار بزرگ است نه؟ فهمیدیم. روز بخیر. تو چی نظر داری؟ خوشم نامد. وقت پیش ما آمده بود خوشم نامد. حالا هم خوشم نمیاد. نظر تو چی است پاشا؟ راحت نمیشینه.
از دروازه بیرونش کردی. کوشش میکنه از کلکین داخل شوه. تو با پلیسیا نیاز داریم. پلیس هم کمیاب شده پدر. اصلا نیاز ندارم. نمیخوایم. پول ای تجارت نمیخوایم. دیگه سلاحایتان به قرض نمیتین پدر. فقط برش جای میدادیم دیگه ایش مربوطه. تو چوب باش. هیچ گپ نزن. دما میشه از میخانه 1 لیره آمده. ما رفته جمع کنم. پول میخوای ازی بگی. نفرت نیست. بیادرت هست. بیادرت هست اما کار خودت درست انجام نمیته. تو هم گوشش کش نمی کنی. باز آمدی پول سیاه و سفید میخوای. او آدم دیدین حریص بود. پشت ای کار اعلان نمیکنه. ای قسم آدم ها را من خوب میشناسم. حال شما چی میکنین؟ چشم گوشتان خوب باز میکنین و از رفت آمده هر کس در منطقه باید خبر باشیم. حیف ما که بیادر تو دسته. چی میگی احمق؟ لق سعی کردی طرفداری من نکردی. باز بابای مرچی که دمیدانش آمد گفت لوده گپ نزن سلیم. از تو هیچ چیز جور نمیشه. میفهمیدم که قبول نمیکنه. فکر کردم با دیدنم چشمای بابا ادریس باز شده و روشنی پول میبینه، اما ما را به زحمت ساخت. دیگر را برم نماندن چی میکردم دیگه؟ ماندن مدت نماندن بیادر. نماندن. به نفرایت زنگ بزن که بازار با فرق بردارن. یاماج رئیس تو را خواسته. خواه درست است میم. رئیس مرا خواستین؟ یک بار زنگ خو میزدی یا بچه؟ مریض بودم. اگه مریض هم بودی یک دفعه زنگ میزدی؟ زیاد مریض بودم، زنگ زدن نتونستم. یا ماچ کدام گپا پت میکنی؟ ما براتان یک مدل جدید توفه گرفتیم. شاید مرا ببخشین. با توفه تو ضرورت ندارم. هر چی بگیری برای مهم نیست. چیزی که من میخوایم جیپسون، لیسبال، کاستم، از این بیشتر نمیخوایم. شما از کجا خبر شدین؟ خبر میشم. چی فکر کردی؟ اما متاسف هستم. ما یک چند دانه گیتار خواستیم. یک دفعه آمده پرسان نمی کنی که رئیس چی کار داری؟ بگه هر قدر پول میخوایی نوشته کو. نه دیگه او را نمیفروشم. میکشمت. اگه نکشیم خودم از اینجا میرم. 100,000. گفتم که نه. 150,000 دلار. رئیس نمیفروشم. میفهمی او گیتار از کی است؟ البته که میفهمم. 200,000 دلار. معذرت میخوایم رئیس، هیچ قدرتی نمیتونه او گیتاره از ما بخره به شمول خودت. یا ماچ بیبی 250,000 دلار. یا ماچ گوش کن 350,000 دلار. یا ماچ جلاسون فکر کنم کدام گدودی است بریم ببینم.
خوب است هیچ گپه نبودیم. زنده باشین دوستا. کجا بخیر؟ احمق تو چی میکنی؟ درست از بریم. بیادر ای بار موفق میشیم. موفق میشیم، تشویش نکو. همگی پرسان میکنه که چی کردین چی نکردین. یک دقیقه فقط به خود آماده میکنم، به کسی دیگه نمیتون. فهمیدی؟ بیادر اگه چند لیره به دست بیاری چی فرق میکنه ها؟ نه صدقه شو، مسئولیتی کار به دوش خودم است. بیادر تو فقط آماده کو. توبه من نمیخوام مسئولیتشو بگیرم. هیچ کس از این موضوع خبر نخواد شد. پاکت میکنیم ما و مردم مفروشیم، هیچ گپ نمیشه. درست میگی، اما هر کس توانی کار نداره. اوف. یک بار منفجر نشیم بیادر. طرف سایکو طرف. خوش آمدی. چی گپاس؟ باور کردن نمیتونم. میفهمیدم که یک چیز را پت میکنی. یاماچ میگفتم که دروغ میگی. یک دقیقه صبر کو، غلط درک کردی. سنا صبر کو، صدقه شو. بیبی غلط درک کردی جانم، چوری تو میکنی؟ چی را غلط در کردیم یاماچ؟ میشه بگویی چی را غلط در کردیم؟ قسمی که فکر میکنی نیست. براست. ها بله، نامش برا ماندی. بسیار خوب. چند وقت میشه که استفاده میکنی یاماچ؟ از خوردی تا به حاله نمیتونم خود کنترل کنم. عزیزم براست. بوره واقعی آماده میکنیم. یعنی چی؟ ما بوره تولید میکنم. قسم میخورم تو غلط فکر کردی. بیا بخو. شما دیوانه هستید. باور کنید دیوانه هستید. زیاد تعجب کردی نی؟ با کارایی که تو میکنی یاماچ چطور آدم تعجب نکنه ها؟ اونجا چی است که اینقدر برش ارزش قائل هستی؟ فقط به خاطر همی؟ با ارزش ترین چیز زندگیت همیست؟ مذاق میکنی یاماچ؟ ای گیتار ارکین کورین است؟ خودش است. از سال 1691 است. بسیار دوستش دارم. تو از کجا کدیش؟ کی به تو داد؟ کتش شرط زدم ما بردم. سر چی شرط زدی؟ نمیخوایم دهی باره بفهمی. راز است دیگه، یک راز بسیار مهم. درست است. لذت بردی؟ چرا این سوال پرسان کردی؟ گفت شام به می خانه میایی. زود آمدی؟ ها فکر کردی که گم شدی. فهمیدم. نه من همو تو میخواستم که. تو چی میخواستی؟ اوف به
با تو چی سوال نکن. هوا بسیار خوشایند است، لذت ببر. نمیخوایم نته بگی باز تو خنک میخوری. بگی پشتمان نکرد. یاماچ جانم، کدام آرزو یا کدام تصمیم به آینده داری که میخوای برآورده شوه؟ 3 طفل، اولش دختر، دومش بچه، سومش هم دختر. اگه بچه‌م خوشم نامد از خانه میکشمش. امرای دخترایم به سیاحت دور دنیا میرم. باز مادرشان دهی به این چی خواد کرد؟ با ما چی؟ هرچی میکنه امرای مادرش کنه دیگه. تو کدام آرزو داری؟ نه حتما آرزو داری. قسم میخورم ندارم. برام دروغ میگی. درست است میگم. ده هتل پاریس، ده وقت خوردن گوشت قمری برام پیشنهاد عروسی شوه. حالا خوش شدی؟ قمری ببال. نه بالدار. تو دیوانه هستی. قمری ببال. ما هیچ وقت زندگی را به این اندازه جدی نگرفته بودم که برش آرزو کنم. به خاطر همی خواهم دوستت دارم، عاشقت هستم. با هر بار دیدن تو بیشتر عاشق تر میشم. هنوز وقت است. نه شروع فیلم است آقا. از ازمیر هستی نه؟ از قمری حد زدی؟ بله از ازمیر هستم. در گوکتپه به دنیا آمدی. وای، یعنی در بهترین منطقه کلان شدی؟ بله البته. خوب است. شامتون بخیر بابا. بیادر شام بخیر. بخیر برین. شام بخیر. بیادر بخیر بریم. شام بخیر. شامتون بخیر. شما بیشینین. ما یک کم قدم میزنم باشیم. هوا خوب است. شام بخیر. شام بخیر. مشکل بچه چطور شد؟ شکر حل شد. خوب است. شما آرام باشین، تشویش نکنین. طفلا بازی میکنن، قابل تشویش نیست. نوشابه می نوشی؟ تو یک کمی دور برو بیاده. اگه از دی بیشتر به من مزاحمت کنی با کوری بودم فرقت مشکنانم. لعنتی لطفا نیدهش کن یاماش. اعلام کن. طرف دانا می برو. اعلام کنه. لطفا یاماش نیدهش کن. یاماش لطفا نیدهش کن. اعلام کن که من حقشم تو اعلام کن. بگی کم آب بخو.
تو چرا آمدی؟ من حلش میکردم یاماج. به دوستای من کسی نباید ضرر برسانه، فهمیدی؟ هیچ کسی. کم بود از بین بره. اما حق و لعنتی بود. درست است بیادر، آرام باش دیگه. تو خوب هستی؟ ها؟ بله خوب هستم. خوب هستی؟ ها؟ او احمق از بین میبرم. کجا بردنده؟ کدام شفاخانه بردنش؟ یاماج اگر رفتی ما دیگه نمیتونی مرا ببینی، فهمیدی؟ درست است. باور کن مرا با این کارایت میترسانی. آرام باش. چیزی نبود، گذشت دیگه. آرام باش جانم. تو هم آرام باش بیادر. دوستا، مردم خسته شدن. حالا بیاین سر استیج. نمیبینی که زده و زخمیست؟ کور استی چطور؟ آرام باش سنا. نه نوازه، بخوانه، حتی نخوانه، در صحنه فقط استاد باشه. همی برای دخترها کفایت میکنه. زود شوین. الا بیادر بیاین که بریم حالا موسیقی بنوازیم. من باز سر کار خود میرم. بعد از اینکه از کار آمدم تو را میگیرم، باز با هم رفته عروسی میکنیم. تو واقعا دیوانه هستی. تو بسیار هوشیار هستی سنا. درست است. حال دیگه خواهش عزیزم، صبح باید استوار باشی جانم. چرا؟ برات گفتم دیگه، تو بسیار به توجه هستی نه؟ آی میبخشی یاماج جان، صبح با هم عروسی میکنیم، همه تو نیست؟ یاماج چی شده؟ با پول ضرورت دارم. چقدر ضرورت داری؟ به اندازه که سنا را تا پاریس برده بتونم. بیادر تو چی گفته میری؟ باید دو رو ببرم بیادر، بسیار عاجل است. چی کنیم؟ گوش کو چی میگم. او بانک او طرف میبینی، اونجا میریم کسی نیست، او بانک دزدی میکنیم، بس خلاص مشکلتون حل میشه. چی شده؟ عقلت از زدی ها؟ بله بیادر، کجاستی؟ درست است. 1 ساعت بعد در جای همیشگی میبینیم. سیز سانگره که زورت نمیکشم آشکو در جایش بان. متاسف هستم. جگر خونم نباش. کسی که قماره میبازه باز در عشق برنده میباشه. اما تو نیز بیادر، قمار برد نداره. چیزی را که گفتم آماده کردی؟ آماده کردم. بریم. آماده کردم، اما تمام روز مصروف هستی. چه قسم کار میکنی؟ مشکل نیست. نزدیک پلیسیوم به دیدن زمین میرم تا شام بیکار هستم. خاطر تخت من به عمدی زنگ میزنم و هم از بیکاری رنگ میبره. کسی را با خود نبریم. ضرور نیست بیادر، نمیخوایم پدرم خبر شوه. تو سلا داری؟ دارم، به او نمیشه. درست است، مام دارم. اگر مشکل خلق شد مبارزه میکنیم. خسته نباشی بیادر. ایره بگی یک ملتفته. زنده باشی.
خسته نباشی بیادر. زنده باشی قهرمان. دو 50,000 لیره گفتی؟ آره وقت ندارم بگی چه که. نه بیادر، نقد ضرورت دارم. آوردم میتون یا نه؟ چه پس یا ماچ؟ میخوایم دوست دختر ما متعجب بسازم. بچه ایش دختر به اندازه گیتار برم با ارزش نیست. ایگه بتا رد میکنم. خداوند برات عقل بده. آمین. چی وقت گرفتم میتونی بیادر؟ 100,000 لیره بست میکنه. چطور بچه؟ درست است، بس است. بچه هیچ راحت نیستم، حداقل حساب بانکی تا برم بده. فردا بعد از باز شدن بانکا باز برات باقی مانده پولت روان میکنم. درست است؟ نه روان نکن. نمیفروشم، امانت میمانم. چی میخوای بگویی؟ وقت 100,000 لیره تا آماده کردم دوباره پس میم از پیشت میبرمش. درست است بچه. امراه سودش مگم هر روز که تیر میشه 1,000 لیره زیاد میشه. درست است. اما تو هم قول بده که پس برمی. قول میتون. بگی بیادر. قسمت بعدی. توبه قهرمان چی گپ شده بچیم؟ چی شده؟ او را نجات دادن نتانستم. کی را؟ اونجا بودم کاکا. بیادر رفت.